بذاری. آقای داریان حال شما خوبه آقای داریان؟ خوش میگذره پسر گل؟ قربونت برم عمو جونی. عمو جونی میخورمت عمو جون. خوش میگذره به شما؟ راحتی آقای داریان؟ هرچی باد بود دادی یا؟ نم پس ندی فقط چرت بزن. بابا چی کار میکنی؟ نور تو چشمت میخوره آقا داداری. چی میخوایی؟ اوه فرون با اون لبای قنچه. آخه چی میخوایی بگیشم؟ صحبت بله لبای شما خیلی خوشگله. قنچه کردی ببین لباشو چه قنچه کردی. داریان آخه داداری عمه فدات شه جیگر کنا چی اومده بزیم الان بابا شما خیلی دوست داره خیلی با شما دوست دارم. ما یه بار باید بریم ببینیمش که شاهد رشدش باشه. شاید من اصلا تو رو بذارم تو چمدون ببرم. جا میشه تو چمدون؟ چمدون میذاریم میگیم داریان چشمای شما خیلی خوشگله. لبای شما هم خیلی خوشگله. یه لب قنچه بکن داریان. لب قنچه یه قنچه بکن. یه تیشرت بود. آره چنگ زد. یه تیشرت بود اون موقع که سروش شده بود تو مغازه دادیم براش نوشته بود واو you people are old. بچه میشه نگاه کنه یکی هم بود عکس کره زمین روش بود نوشته بود hi I'm new here. اینم اون آینه اما فدا چه الهی کوچولو میاو میشه مهتا گفتی 5 یا 6 Looks like the Green Goblin. Good luck. Looks like Santa's little elf. دایی چطوری؟ مرسی بد نیستیم با کوچولو که ما حرفی ما دیدیمش. آها این ذره بیدار شد. ششه رو باز کن تنبل. چه عقل میکرده نیست؟ کامش برخورد بهش گفتم تنبل بهش برخورد برای اون نق بزنی چی؟ You're so helpless. بعضی از مثلا حیوان ها هستن دل مادرشون فوراً برخه میرن و میتونن برای خودشون این دیگه گوش نشه خوش چی میخوای؟ حرف بزن؟ چی گرمش کردی؟